کار کعبه فکر نکو. انگرا مرکل یک تنه داد گفت ما بر نواسای خود یادآوری خود کردیم که این مسلمان ها کعبه داشتن ولی با آغوش ما پناه آوردن. ما گفتم میگم باید دنیا اسلام تکان بده. شاید دیگه مسلمان ها بیخی خود کار کرده بکشه که تو تنه برشان داد، اما هیچ خط از خط شور نخورد. بچه این تنه کلان است که میگه اینا کعبه داشت ولی پیش ما آمده رایستن. هیچ کس برش کار نمیکنه. اگه بگویی میگه این روانیست، ما خود دیگه چیز نگفتیم به هیچ کس، ولی اگه دو زده باشم بعد گفته باشم میگه دیوانه است. هم فیسبوک ها رو باز کن، مگه خودش روانیسته. چون روانی شو نشو، من وطنم غرق میشه، من روانی نشو. من وطنم در بدر باشد، معادن داشته باشیم، خودمون گدایگر باشیم، روانی نشو. من افغان زنگ میزنه محمود جان اینجا 100 تا افغان زنگ میزنه میگه دکتر صاحب هر چقدر پول کار داری؟ دخترم به گپم نمیکنه، نشه خانه میره. خانمم که پای ما در امریکا آمد رفته جدا شدم، میگم تو خطادی رو در کابل کردم زندگی میکردی، میگم که مجبور بودم. من روانی نشم، درد است. اگر بیخی سویچ انسانیت آف کنیم صحیح.